نام مهدی، نام خانوادگی تبریزی، متولد 1346، مدرک معتبر صنایع غذایی از دانشگاه شاهرود، مدرک معتبر غذا و نوشیدنی از دانشگاه فردوسی، دکترای افتخاری از دانشگاه میکی بوی ژاپن با 35 سال تجربه در صنعت غذا، رئیس انجمن صنفی سرآشپزان استان خراسان رضوی، مشاور ارشد سمگاه در صنعت هتلداران ایران، واحد خراسان رضوی، مشاور آموزشی در مراکز استانی، مشاور غذایی در پالایشگاه سرخس، فعال در سکوهای نفتی ایران، بهره برداری از 13 هتل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، احداث خط تولید غذایی در دانشگاه شاهرود، اخذ قرارداد با ارگانهای دولتی و خصوصی در صنعت غذا، مبتکر دیگ‌های صنعتی از سازمان پژوهش، مشاوره تولید غذا در چندین شرکت بزرگ استان خوزستان، برگزاری 4 همایش بزرگ و حرفه‌ای در سطح کشور. آکادمی زرین نشان خراسان، مکانی برای رسیدن به خواسته‌هایتان.